الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبی الکریم و علی آله و اصحاب اجمعین. خداوند مهربان دعاگو هستم که خداوند همه مرادهامون، همه مطلوبهامون، همه مقصودهامون اگر نیک باشد الله مهربان برآورده گرداند. خداوند دعا کنیم که این بیماری که امروز بسیاری از ملک‌ها را، بسیاری از مردم را در تشویش مانده است، خدای مهربان همین را از بالای ما دور بگردان. خدای مهربان در دلهامون چه آرزوهایی که داریم در نسبت فرزندامون، در نسبت دم آخرمان، در نسبت خانه قبر روز قیامتمان، خدای مهربان آرزوهامون حاصل بگردان. الله مهربان دعا کنیم که ملک ما و شما را خداوند همیشه امن و آرام و همیشه آباد و زیبا نگهش بدارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک سوالی که در من پیوسته سوال دادن، از این خاطر من گویم که اگه ضرور شدم و جواب گویم. سوال همین است که میگن چرا آدم پولدار حرمت میکنن؟ سبب در چیه که همین آدمی که پول داشته باشه مقصد دائم و دائم میبینی که احترام داره، عزت داره. برادران عزیز و گرامی، فکر میکنم همین آدم باید خودش هم داند که برای چی پولدار حرمت میکنه. پولدار برای آن حرمت میکنه که پول داره. حضرت عمر میگو عز دنیا بالمال. همین دنیا ده کسی پول داره عزت داره. از این لحاظ این جوابش رو قدر با فکرم سنگین نیست، مشکل نیست. لیکن یک چیز باید ما و شما دانیم. یک چیز ما باید دانیم که در زمانهای پیامبرمان برادران عزیز ما آدمای پولدار، مالدار داشتیم. من نامی چند نفری از اونها را مقصد نویساندم تا گوش اندازین. یکم حضرت عثمان داماد پیامبرمان ابن عفان، دویم طلحه ابن عبیدالله، دیگر زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص. اینها نفرهای بودن برادران عزیز و گرامی که در زمانهای پیامبر از نفرهای مالدار بودن، پولدار بودن. برای همین یعنی هرگاهی که ما کسی را دیدیم که مالدار است و پولدار است، در راست اونها یگان بدبینی و یگان بخیلی و یگان عداوت نکنیم. هست در زبان مردم که به خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. یعنی هرگاهی که ما در دست کسی که مبلغ دیدیم، شرایط دیدیم، امکانیت خوب دیدیم، ما باید که با همین مقصد راضی باشیم که هر آینه این مال به اراده الله مهربان به دست آمدگی نیست. سوره آل عمران بینین آیت 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الله مهربان میگه کسی را دیدین پولدار هست، دانین که طرف منه. کسی را دیدین که بانکرات، بی پول، فقیر، دانید که اونم به اراده منه. کسی را میبینین خدا عزت داده، او را من کردم. کسی را میبینین که بی قدر بی قیمت، دانین که او را من کردم. بیدک الخیر، همه نیکی و خیر در دست من است. انک علی کل شیء قدیر. من ذاتی هستم که به همه چیز قادرم. پس برادران عزیز، مال، پول، ثروتی که در دست کسی است، اینها را البته به البته چگونه یک نفر کم بغل میبینیم، میگیم در قسمتش، در تقدیرش همین کم بغلی بوده است. یک کسی دیگر را مالدارم که دیدیم، باید به همین قائل باشیم که یعنی
در قسمت و در تقدیر همین بنده مالداری رفته است، پولداری رفته است. از این لحاظ الله رحمت کند میگد که یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی، یکی را میکند محتاج بهری یک لب نانی، یکی را میکند صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی، یکی گشته ز جاهلی مطیع نفس شیطانی، به قدرت هر چی خواهد میکند آن قادر دانا. برای همین همه برادرای عزیز در دستی همه قادر دانا هست. کسی را نادار ببینیم، کسی را دارا میبینیم، همش ای جانب الله هست برادران. لیکن یک چیز است که هر یک مالدار و پولدار باید خودش سوال کرد که چرا خداوند تو را مالدار کرد، تو را مثل دیگران کمبغل نکرد؟ برای چی؟ یعنی این معناش همین است که البته به البته مالداری و ناداری این همه ای نزد الله است. یعنی خداوند همین چیز برای تو لایق دیده است، برای تو مناسب دیده است. تو باید که با این مال الله دادگی بسیار معامله و بسیار مراسای خوب کنی. الله رحمت کند جناب شیخ سعدی را میگفت که آن که 7 اقلیم عالم را نهاد، الله را میگه آن که 7 اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد. گر توانایی و گر کوتاه دست، هر کسی باید چنین باشد که هست. کسی چخیلی که هست خدای مهربانم را هم خیلی هست کردگیه. کدام ما در کدام حالت هم همش از جانب الله است. مرد دونهیمت اگر قادر شود، پس خیانت ها از او صادر شود. آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. آن 2 شاخ گاو اگر خر داشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. خدای مهربان بین، آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. کسی را خداوند توانگر نکرد، دارا نکرد، مصلحت الله خودش میداند. ولی در گلستان سعدی یک قصه میگذره، میگه در دوره حضرت موسی علیه السلام یک نفر میگه پیش حضرت آمد و گفت دعا کن که من مالدار شم. گفت که همین حال بسیار حال خوبه. گفت طاقت ندارم، تاب ندارم. حضرت دعا کردن. میگه 1-2-3 سال گذشت، حضرت به همون منطقه‌ای که همین مرد زندگی میکرد گذشت. دید که مردم جمع شده است و یک بندی را آویزان کردن. گفتن همینجا یک نفر بسیار کمبغل بود. حضرت موسی دعا کرد، همین آدم مالدار شد. وقتی مالدار شد خلاص دیگر دست به تمام کار جنایت و بدبختی زد. این امروز حکمش صادر شد، اگه دار میکشیمش. پس شیخ سعدی بعد میره گفت آن کس که توانگرت نمیگرداند، اون مصلحت تو از تو بهتر داند. برای همین کدام ما داریم کدام ما نداریم، همه این از مقدرات ما هست. ما هم در حق همین نفرهایی که مال دارن دعاگو باشیم که خداوند انصافشون زیاد کنه. خدای مهربان مقصد توفیقشون زیاد کنه. الله مهربان رحم انصافشون زیاد کنه تا که از همون امکانیتی که پیدا کردن دستی مثال نفر و بیچاره را البته بگیرن. وقتی گرفتن پس مالداریشون چی بردوام می شود. و در مردم ما شما دانیم که یکی آدمی مالداره، یکی آدمی گویم منصب داره، به خاطر منصبش به خاطر مبلغش البته به البته حرمت میکنن. اگر بعضی ها حرمت هم کنن ممکن هست، لیکن بعضی های دیگری که برای خاطر پول و خاطر منصب خوشامدگو هم میشوند. اینجا در 2 طایفه مردم، یک طایفهش هست که همچون انسان همچون نفر خوب احترام میکنن
نفرهایی است که برای پولمان و برای منصبمان ما را فقط خوشامد میگن. تا زمانی که همین امکانیت در دست ما که رفت، با خوشامدگویش مثال در نفرهایی که پولدار و منصبدار شدن با او طرف میگردن. برای همین اینجا در مقصد این دو پهلو دارد. حرمت میکردگی هم هستند، خوشامد میگفتگی هم هستند. برای همین یعنی همیشه تعریف و توصیف هم مقصد مالدارا و پولدارا را از دو جهت، یکی حرمت های، یکی خوشامد گفتن های. بعد در تمام زمان برادرای عزیز از ابتدا تا انتها هم همین می رود که جای یک آدم مبلغ داره، شرایط داره، او را البته به البته حرمت میکنن یا منصبش حرمت میکنن. یا یک آدم اگر ببینین همین سر سکه فسان کند در یک معرکه بدروید، همه جوش بلند میشه. در مردم ما هم لباس هم بین یک موقع خدا رحمت کنه جناب بدیل میگفت اعتبار خلق بدیل در لباس افتاده است. اعتبار خلق بدیل در لباس افتاده است، ورنه یکسان از خون در پیکر طاووس و زاغ. بین همون زاغ قطعی طاووس هر دش یک نوع خون دارن، خونشان یکای، لیکن لباساشون فرق میکنه. لباس طاووس دیده چه خیلی لباس داره، زاغ دیده چه خیلی لباس داره. همین طاووس به خاطر لباسش میگه چقدر اعتباری بلند پیدا کرده و الا خونشان یک خونه. در ما هم همین خیلی ممکن همون نفر همون لباسایی را که میپوشد شاید از همون آدمی که لباسی خیلی ارزش پست دارد و ولی مقصد ممکن دانش و فهمش بلند باشد، لیکن در ما که از بس که لباس اهمیت میتن پس او را بالا نشین میکنن، در او احترام میگذارن. خدای مهربان رحمت کند میگه گر شوی بی پول تو را خویشان فراموشت کنند، گر شوی پولدار همه بیگانگان گوشت کنند. این همه دنیا اگه وقتی که به پولدار شدی مقصد همه بیگانه باشه گوشت میکنن، نه که به پول کشیدی حتی همه آدمای خیشت هم برادرای عزیز فراموشت میکنن، دیگر اهمیت نمیتن. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن که زمانها را بیننده همین شاعرای ما هم به زمانهای خودشان نگاه کرده و همینها را ایجاد کردن. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنن، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنن. زردار را به مجلس جای دی هم به سر، بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنن. زردار اگر چی نادان گویند عاقل است، بیزر اگر دانا مثلش به خر کنن. زردار اگر بمیرد خیشان غیر گیریند، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنند. این دنیا همی بوده برادر عزیز و گرامی. برای همین هم احترام هست هم خوشامد است. به هر حال خدای مهربان در مقدرات اینها مالداری را که کشیده است، البته خداوند ببینید ولی در عرفیت تاجیکی ما میگن که مثال خدای مهربان بیهوده گوسفند دنبه دادگی نیست. چرا ما گوسفند بز دنبه نداد و گوسفند دنبه داد؟ برای همین هر یک کاری که الله میکنه این به حکمت نیست. خدای مهربان همین مالدارای ما را هم صفشون زیاد کنه، زیرا جامعه ما پیشرفتی هم دینمان هم ملکمان از پولدارا ما بسیار وابستگی دارد. خیلی بهبودی ها، آبادی ها و دستگیری ها را میبینیم که ای دستی جوان مردای سخی این ملت ما و شما شیده است. برای همین دعا کنیم که خداوند این ملت بایش زیاد کند، ثروتمنداش زیاد کند تا اونها هم با مقصد وقتی دست یا بیچاره را که میگیرن هم دنیاشون هم آخرتشون آباد میشه. خداوند خاتمه مون به خیر و ایمانمون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، شرکت داروفرما با شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پروستاتیت خونیکی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقایت کردن ایمونیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنم. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام داروفرما می‌توانید که یابید و
дар бораи ҳар як дорои номбаршуда даворҳоямонро тамошо карда маълумоти пурра гиред. суроғаи инстаграм дар описанияи ин видео аст. барои фармоиш хубтараш дар имо ва ватсапи рақамҳои 901 281 1010 муроҷиат кунед. бурдарасонии тариқи почта ба тамоми шаҳрҳои Россия.